درود مخلصان برنامه واژه‌ورز. این شام نیز در برنامه واژه‌ورز واژه و اصطلاح بازی کورلینگ را تفسیر و تحلیل خواهیم کرد و مسلم است که البته ما برای تحلیل و تفسیر و یک صحبت ویژه این شام نیز مهمانان را دعوت کردیم و حال حاضر من با صمیمیت خاص ایشان را برای شما شناس میکنم. استاد دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی، عضو شورای همگونسازی اصطلاحات کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، استاد رحیم زلفانیان. عبدالفتاح امینزاده، فرهنگشناس، شما را صمیمانه خوش آمدید میگوییم چون که اولین مراتب است که در برنامه واژه‌ورز شرکت می‌ورزید. همکار ما مهراب اسرائیلیان و همکسب ما فردوس کریمزاد، کارمند رادیوی نوا. خوش آمدید. خب یک نفر دیگر هم البته ما را همراهی میکنند. در یک گوشه دیگری برنامه استودیوی ما همایون شاه سهراب شاه هم نشستند و مسلم است که وظیفه همایون شاه با همراهی ذهنی صنعی ارائه کردن اندیشه های شبکه های اجتماعی و البته ذهنی صنعی به برنامه ما می باشد. همایون شاه شما هم خوش آمدید. خب شروع میکنیم. نخست از کارگردان برنامه خواهش میکردیم که واژه پرتافت را نشان بدهند. در اینجا ما البته ویدیو نوارها هم داریم که بسیار جالبند و البته چگونگی این عملهایی که در بازی کورلینگ هستند اینجا نشان میدهند و تایید و تصدیق میکنند. خب مسلم است که کورلینگ از سنگ ها عبارت است چگونه که گفتیم و اینجا پرتافت است. من همین یک پرتافته که ما چگونه در نوار دیده ایستادیم. این پرتافت است از سرگاه کار تا جایی که من به اصطلاح همون هاوس، من همون خانه، من همین سنگ رفته میرسد. خب اینجا من دقت شما را به آن تمرکز کردنی هستم که شما فقط درباره من همین عمل گفته باشید که ما انا همین را پرتافت بگوییم یا چیزی دیگر. خب من از مهراب میخواستم که شروع کنیم. چرا؟ چون که چگونه که گفتیم در برنامه‌های قبلی مهراب در ردیف چند همکاری ما از جمله اون کسانی بودن که در بازی‌های المپی بازی کورلینگ رو شارحی کردند. چی گفتید مهراب؟ خب واقعا کورلینگ یک ورزشی است که البته اونجا گفتن اصطلاح کم در کم ضرور میآید. اصلا شورای یک دو ثانیه وقت دارد. یک عملی در میدان صورت میگیرد، باید هم احساس را رساند هم معنی را. در این گونه حالت ها ما بیشتر سر دادن سنگ، رها کردن سنگ، خب نوبتی پرتافتی گویم سروانی دسته گویم برای مثال نروژ به همین مانند. البته پرتافت در دیگر ورزش ها هم هست. اینجا وقتی ما میبینیم عمل ببینید سنگ رو رها کردن و سر دادن و به همین مانند که است. من بسیارتر کوشش میکردم که از کلمه پرتاف پرهیز کنم. چرا؟ چی گندگی داشت کلمه پرتاف؟ پرتاف مثلا توپ رو با یک شدت سخت میپرتایند یا که در والیبال با ضربه میزنند. اینجا یک یخ است و یک سنگ است. اگر همین سنگ رو با یک سرعت و شدت هوا میداد گفتم ممکن بود. اینجا یخ است و او سنگ رها میکند یا میلغزاند شاید یا میلغزاند، سر میتید. البته شما چی اندیشه دارید؟ خب تشکر زیاد. واقعا من با گفته‌های مهراب تا یک اندازه هم فکر هستم، به اون خاطر که پرتافت اصلا از روی عملکرد در عموما ساحه واژه شناسی یا فرض کردیم هنگامی ساختن یکی از عبارات و کلمه ها اصلا کوشش میکنند که شکل کوتاه کرده شده یا که چون ورزش است باید اصلا همه حالتو کوتاه کرده شود. یعنی با یک کلمه همون عمل رو اجرا کردن در کار. اینجا یک کلمه ساختن در کار، چون زبان پدیده زنده است باید که ساخته شود. اما گر در سر اصطلاح پرتافت رود، اگر پرتافت هر چیزی که از بلندی یعنی نسبتا از زمین نه، یعنی کنده شده چیزی که از زمین کنده شده است، این عمل رو پرتافت میگویند. مثلا چون که مهراب جان گفتن اینجا مثلا سنگ توپ رو پرتافت کردن یا نمیدونم که گلوله رو پرتافت کردن در حالت مثلا سنگ اندازی و دیگر چیزها. اما اینجا واقعا از زمین کنده نشده اون رو
лағжиш медиҳанд. انا نازکیش هم در همین جا است درست؟ бале ана ҳамин яъне ҳамин ибора ё ки ҳамин истилоҳе ки мо партоф ҳозир партоф мегӯем ман фикр мекунам ки ба ҳамин амалкарде ки дар рӯи ях ё ки дар бозии кёрлинг истифода мешавад чандон ҷоиз нест. بید در این میان شبکه‌های اجتماعی هم بشنویم فکر میکنم که آنها با صحبت ما چیزی زم میکنن آنگاه فردوس و استاد رو هم میشنویم. همان مرحمت. خب اطرافی اصطلاح پارتوف یا اینکه با زبان انگلیسی دلیوری اندیشه ها کم نبودند. اکبرجان بلبلوف پیشنهاد کرده است که خوب میشود پارتوف یا اینکه ارسال سنگ گوییم. این چونی شرح داده است که روان کردن یا سر دادن سنگ به سوی هدف. عبدالرحمن سعیدов پیشنهاد کرده است که پارتوف گوییم. کمال‌الدین نظرов گفته است که رهاکنی. فاروق میرزایف هم حرکت پیشنهاد کرده است. جلال‌الدین حمیدов گفته است که خوب میشود که این را هم پارتوف گوییم. شهرزاد کریمов اجرای ضربه پیشنهاد کرده است. این چونین ذهنی صنعی نیست. یک چند ترجمه یا که شرح خود را به ما پیشنهاد کرد آمده است. در کورلینگ دلیوری یکی از مرحله‌های مهمترین بازی میباشد. این روند از لحظه آغاز حرکت بازیگر آغاز شده تا وقت رها کردن سنگ برای یخ ادامه می‌یابد. در همین مرحله بازیگر باید توازن، سرعت و سمت حرکت را درست تنظیم کند، زیرا حتی خطاهای خرد میتوانند نتیجه پارتوف را پورا تغییر دهند. از همین سبب دلیوری نه تنها حرکت جسمانی بلکه یک عنصر تکنیکی و استراتژی نیز به حساب می رود. خلاص پیشنهاد کرده است که خوب می شود پارتوف نامیده شود. گفته های ذهنی صنعی رو تایید میکنی یا که از هم ذهنی صنعی و هم البته استادانی که در نزد ما قرار دارند در مجموع من هم فکر هستم با اون شخصانی که پارتوف رو برای دلیوری قبول نمیکنن با اون خاطری که ما در اینجا باز در رفت برنامه‌های من بعد یعنی ما در مورد واژه درو صحبت میکنیم که همون درو هم معنای پارتوف رو دارد و اگر ما اینجا تکیه مخصوصا با ترجمه اصطلاح دلیوری کنیم یعنی دلیوری که مثال سالهای اخیر مثلا بردرسانی یعنی مال و محصولات خوراکواری بسیار معمول گردیده است یعنی قصید این اون اشیا رو یا اینکه تمام رو برده میرسونه تا به خانه واژه دلیوری همین است و اگر کلمه بردرسانی رو استفاده بریم این مخصوصا یعنی وابسته با ترجمه با کلمه دلیوری وابستگی دارد و سنگ رو رها کردن نمیدونم اکنون استادون چطور با این کلمه راضی میشن ولی این هم تا جای نزدیک است و شکل ادبی و عمومیش ارسال که در ایران هم ارسال میگن یعنی سنگ رو ارسال میکنن بعداً علاقه ورزشگران کار خود رو آغاز میکنن و در مجموع باز ما میتونیم تامین سنگ نه شاید اما کلمه تامین باشد که در ریشه کلمه میشد خو کلمه ساده میشد خو کلمه مرکب تو جای اساس دارد یعنی ما علاقه چی طور استفاده برده میشد و برای همون کانتکستی بازی موافق باشد همین طور استفاده بریم ولی وابسته به کلمه دلیوری برده رسانی میشود که میبرن این شاید یک نوع ترجمه تحت لفظی میشود برده رسانیدن دلیوری به هر صورت چگونه که عبدالفتاح در اینجا گفتن البته ما باید یک چیزی بیاوریم که هم مهم باشد هم ملح باشد هم نزدیک به ورزش باشد هم نزدیک به همین عمل باشد و من فکر میکنم که در ذهن استاد انا همین گونه یک واژه یک اصطلاح شاید یک کلمه نهفته است که حال حاضر روشن میکنند. اینجا چی از جانب مخلصان در شبکه اجتماعی بعد من اینجا دوستان همه فکرهای خیلی جالب گفتن واقعا دلیوری یک معناش پارتوف است لیکن در این مورد بازی فرسنگ بازی قابل قبول بوده نمیتونه. چرا؟ برای اونکه پارتوف بیشتر هوایی میشود این در زمین لغزیده است. اون چیزی که مهراب و عبدالفتاح بله واقعا فکرای همینو این تقویت فکرای همینو است چون که منطقا بگیریم پارتوف این توسط هوایی بیشتر اما به هر صورت سنگ رو هم میپرتوید اینجا لیکن اینجا سنگ رو نمیپرتوید اینجا سنگ رو نمیپرتوید اینجا سنگ رو من ببینید دلیوری در لغت‌های فرهنگنامه‌های معتبر چند معنا داره یکم معناش به معنای استفاده میبرن پارتوف دوم معناش به معنای حواله کردن حواله دادن یعنی ببینید حواله میکند بله میگه که به خدا حواله کردم این سنگ حواله کرد طرفی مارا این یک معناش بعد معنای دیگرش ورود آوردن
ورود ساختن. استاد فکر میکنم منم حوالهش درست‌تر است، هم نزدیکتر است هم مالیتر است. اینجا ورود ریشه کلمه باز از همون هوا است که اینجا هم از بلندی است. این رها کردن خیلی در ادامه فکر ورود ساختن، ورود کردن هم هست. کجا ورود میکنیم استاد؟ و کجا ورود میکنیم؟ ورود از ریشه کلمه ورود است به فکرم. بله داخل شدن. داخل به خانه. یعنی به هاوس. به مراجع داخل میکنن. به هاوس. استاد من گفتم که حال حاضر من همین هاوس باشد، اگر ما حال حاضر سری هاوس اندیشه نمیکنیم، سری انا همین عمل تو هاوس و گپ سر بله گپ تو هاوس باید نرود، گپ سری انا همین عملی که اجرا شد، من همین پرتافت شد یا لغزش کرد، نمیدونم انا همین چیزا چی بگویم. حواله ای که گفتید استاد اگر منفیشه به حساب نگیریم، اگر به نهایت در هم حساب مدرسه. بله کلمه خوب است، کلمه ملیح خوب است، اما ابوالفتوح هم بسیار خوب ذکر کردن که حواله هم یک نوع پرتافت بوده میتواند. یعنی یک نوع پرتاب است، چون که ما گفتیم که اینجا کلمه هوا است، هوا کردن مثلا و هوای و الکه میتونه زمینی هم حواله شود، میتونه فکری هم حواله شود. اگر از همون عباره به خدا حواله کردن، اگر خدا هم در آسمان‌ها است که به خدا حواله بکنن، نه حواله به خدا یعنی حواله سنگ به هاوس گفتنی؟ نه حواله اكون حواله دور میشیم، چون که اینجا معنی نمیتونه در اصلاح سازی ما با اینجا از کلمه وارد کردن و وارد ساختن ما باید اصطلاح جایی. یعنی واردی بازی کردن؟ واردی بازی نه، واردی الکه مراجع میرود. میدونید استاد خوبتر میدونند هنگامی ترجمه یا هنگامی ساختن کلمه اصلا کوشش میکنن، چون که در آغاز گفتم کوشش میکنن که یخچم شود، یعنی شکلی بله یعنی از همون زیادگویی در ترمینولوژی همین گونه قاعده هست، اسلوب است. اما اینجا چنانه که همکار ما دوستی ما فردوس جان گفتن، اینجا من فکر میکنم که همون کلمه ارسال یک نوع جالبتر است، چون که حالا نه ما به یک جانب روان حواله میکنیم و گفتیم سادی روان میکنیم، اینجا ارسال خوب است. اما ارسال هم نمیشه. چرا ارسال نمیشه؟ من از همون خواهش میکردم که کلمه حواله رو از با ذهن سنئی یک نوع رد و بدل کند و اندیشش برای ما بگید. مرحمت شد. چرا برای اون که ارسال نمیشه است؟ گپ در اینجا در دلیوری قریب کلمه ارسال نمیرود، اینجا پرتاب میرود. خب تو با ما مثل پرتاب میکنیم. خب تو با اگر پرتاب کنی برده رساندن، بله برده رساندنی که فردوس پیشنهاد کرده یک چیز فراموش نکنیم که به معمولترین اصطلاح کوچگی ما دستفکه برده رسانی است. برای همین ما این حق نداریم که در اینجا برده رسانی بگیم. ارسال یک اصطلاح ترمینال ارسال ارسال این برده رساندن البته وزنی میشود. در فرهنگ معتبر میگید که به سوادانه میشه در برده رساندن. ورود ساختن، ورود کردن یعنی داخل کناندن. من مراجع با مراجع یعنی وارد میکنم. استاد یک بار خواهش میکنم شما ما را درست بفهمین. بسیار ابوالفتوح درست فهمید در اینجا که حال حاضر مضمون و منطقی گفته ما تا هاوس است، تا وارد شدن. اگر ما اینو به اینوبت گیریم پس ما این بازار را ساخته نمیتوانیم. درست. ما باید انا همین پرتافته که انا از همین مره انا همینجا انا همین عمل اجرا میشود، انا همین آغاز کار من همین سنگ را همین ورزشگر به قول همین اون نفری که کرلینگ بازیگر به قول میپرتاید، ارسال میکند، میلغزاند یا چی؟ انا همین است مغزی گپ. اما کلمه ارسال اول اینکه هم میون خلق معمول است که مردم خوب قبول کرده میتونن و هم میتواند که در الهیدگی خودش رو ارسال بگوییم و در حالت ضروری ارسال سنگ بگوییم. بسیار خوب. همایون حواله رو چی گفته است ذهن سنی؟ حواله چی معنا دارد؟ کلمه حواله چند معنا دارد. یکی از آنها استناد، روانه کردن، سپریدن یا اینکه در تجارت باشد فرستادن. دلیوری در کیالینگ چی معنا دارد؟ پرتافتن، سر دادن سنگ. آیا درست است که دلیوری رو با حواله در کیالینگ استفاده بریم؟ البته که نه، چون که حواله معنای استناد یا فرستادن دارد، دلیوری باشد عملی پرتافتن سنگ است. خوب می شود که پرتافتن سنگ یا اینکه سر دادن سنگ ترجمه شود.
سلامت تشکر. خوب اگر سنگلغژی بگوییم، سنگلغژانی بگوییم، سنگلغژیش بگوییم چی می شود؟ چون که اینجا هم یخ هست و هم لغژیش هست و هم سنگ است. کلمه که پیشنهاد کردید شما ورود این در کیورلینگ یک عمل مخصوص هست که محض با همین ورود شدن سنگ ما رو بیان میکنیم. اما همیشه وقتی که سنگ رها کردن در کار یعنی که سرشوی عمل رو در هر یک حرکت ورزشکاران ما باید بیان کنیم. همیشه ورود کرد گوییم. بعضی حالات میشد که سنگ عموما ورود نمیشد به هم خونه. شما گوش کنید میرو وای گفتگی شما وای ورود شوی وای بهو معنی چهارمش به دراو نزدیک اینجا وارد شدن هست، وارد کردن هست، وارد فعل عوض میکنید تمام نه درست. لیکن شما ارسال پرسال نگوید و یگو مکتوب نیست که شما ارسال کنید برای مثال و وارد کرده ایستاده است. کجا به مرا جو همون یا به زیر مرا سر کرده از نقطه اول از نقطه اول سر میکنه. تمام نه سر میتید دیگه نمیرسد و میتونه توماره وارد شود. اون طرفش باز قسمت دیگری بازی است. بله. من تا نیمی راه میرود. بله، میرود نقطه گرد رو انتخاب میکنه یعنی که سنگ محافظتی میشود تا مره نمیرسد در اول میدان مسکن میگیرد. پرتاب که هر سنگ هر هدف دارد. اینا گفته استودم که اینا ورود آوردن گفته استود از فرهنگ اینا ورود سازی یعنی با میدان ورود میسازی. این کلمه ورود سازی است. داخل یعنی داخل داخل کنی. یا من استاد زلفانیان رو اگر حمایه کنیم در همین مخصوصا در همین لحظه ها یعنی که یک لحظه شما رو حمایه میکنم. تنها واردی بازی کردن یعنی همین قدر فونکسیون. اگر واردی بازی کردن باشد یک نوع منطق پیدا میکند. بله واردی بازی همکنون واردی بازی میشود. انا آوردن تمام بعدا دیگه اما اینجا حالا گپ در سر که بازی که وارد شد شروع شد اما گپ درباره عمل کردی اول که از مرا شروع میشه اینجا واقعا خب ما بگیم که چون هم ذهنی سونی هم متخصصانی که قبلی درباره این بازی ها مثل مهراب شهر توضیح دادن اصطلاح پرتافتن رو قبول کردند گرچه ما گفتیم که اکثری انسان ها شاید درباره همون چی میگن حادثه های صوتی و حادثه های زبانی من چنان گفتم که پرتافتن عملی است که از هوا صورت میگیرد یعنی از بلندی یا از جای دیگر یعنی به هوا پرتافتن. اما اگر ما خود اصطلاح ساختنی باشیم من فکر میکنم که وارد شدن یا وارد کردن حالا اونقدر نزدیک بندشه من نزدیک نداره چون که وارد پس از به مرا رفتنش اگر یک حادثه دیگرش رو مثل درایو اگر بگویم که وارد شد یا وارد کردن میدونید عبدالفتاح گپ در سر اون است که ذهنی سونی هم دروغ میگوید. نه درست این استاد خوب دویم که حال ما در درجه اصطلاحات ما هیچ چیز 50% نکردیم در هر ساحه که ذهن سونی بهره‌مند شده باشه. ذهن سونی هم یک مقوله یا یک ادهان یگان شوره شنیدگی گپشه قد شده باشه همون هم درست است. این دویم که ما اینجا سنگ به میدان ورود کرده استودیم. و سنگ که در میدان هست استاد. نه آخه ورود ساخته استودیم. نه ورود بینیده در یگان نمودی ورزش فوتبال، بسکتبال در آوردن توپ به بازی رو با کلمه ورود معنی داد نمیکنند. وارد کردن توپ هست ورود هم نیست. بعد فکر میکنم که نه شما یک چیز فهمید که وارد کردن در دست گرفته فوتبالیست میرد. نه اینجا نازکیش در اون است که ما گفتیم که پرتو در اینجا درست نمیگیره. انمون پرتو ما توسط کلمه وارد کنی وارد سازی ما اینجا میفهمیم که یعنی سنگ به مردم از وارد کردن توپ کو راست دیگه برای من همون کلمه حواله پسند آمد. حواله یک چیزی در میان مردم معمول‌تر است. محل هم بسیار استفاده میبرند و شاید به همین کلمه نه پرتوف که شد دویم مرادفش حواله و حواله من سنگ حواله داد میگم. خب من چی نویسم اینجا؟ خود پرتافت سنگ یک نوع نزدیک نمیشه. پرتافت این همون چطوری که به زبان انگلیسی قبول شده است ترجمه تحت لفظی است. تحت لفظی است قبول کردن نمیتونه باشه. پرتافت نمیشود. حواله بعضی شهرها کلا از همین کلمه دست کشیده بودن از همین عبارت.
خوب چی میگفتید پس همونجا؟ раҳо кардани ту сангро сар додан Ирсол. ирсол ҳатто баъзан بیاد نباشد ارسال رها کردن و که کجا رها میکنی و چیزی پرتو با رها میکنی رها کنی استاد پریدن حال میره. حاضر شما خودتون گفتید که پرتافت اینجا لغزیده نمیشه در این مورد نه، لغزیده ما گفته گفتیم که خودم. لغزیدن شما میگوید لیکن که با مفهوم نزدیک اصطلاح استاد گفتن در کن. ببینید این عینا کارگردان همین لحظه رو نشون میدهد واقعا وای در دستش ایستاده است و رها میکنه رهاش میکند بله یعنی این درست همین است یک اگر نوع رهاش رها رها میکند. کردن هست همین سنگ را یک نوع رها میکند همین سنگ را رها میکند اگر در بالای ما در 100% اگر ترجمه و تفسیر همین کلمه رو هم نیابیم ما اقلا نزدیکیت داشته باشد همون چند چیزی که ما نمونهش پیشنهاد باشد. میکنیم بله استاد خوب رها در اینجا طوری نه چی طوری میگیرد استاد ورود کردن یک چیزی که با بینا سنگ ورود آدم این وارد ورید میشه آوردن سنگ آدم با با مردم بینا وارد وارد میشه. کردن با- وارد ساختن است این با مفهوم پرتو انا اینجا به این سنگ همیشه استاد البته چی پیشنهاد دارد خب، شما من پیشنهاد میکنم که البته بیننده عزیز من فکر میکنم که دانشمندان دیگر از ما رو تماشا میکنن شاید بله بعدا زنگ بعدا میزنن زنگ درستی میزنن بعد از تماس برنامه میگیرن و یک باز- نوع دیگر میسازن حتی در حالتهای ضروری البته. مردم میسازن اصطلاح رو مشکل نیست اما من فکر میکنم که ارسال و رها کردن خب من گفتم که لغزانیدن هم در بعضی موارد گفتن ممکن است اما چون عمومی و عمومی نیست شاید بعضا قبول نکنند قبول ارسال رها کردن محراب استاد اندیشه شما چی است سراسیمه نشه اینجا ما جمع رها آمده سر که دادن اصطلاح من نگفتم. هیچ نه یک 50% اصطلاح پیشنهاد کنیم ما وقتی که من به شما باز میگویم که اینجا پرتو مرادف های پرتو ما گفتن ما در کار فهمیدید چی همون من مورد گفته خود سودم پرتو که ورود سازی یعنی به میدان ورود ساختن سنگ این یک میشه یک لحظه خواهش میکنم ورود ساختن سنگ خوب خب سنگ ورود میکنی اونا نه عباره یا که کلمه ورود سازی یا که ورود ساختن سنگ سازی ورود سازی یک کلمه یک کلمه قبول ورود سازی نباشد در گونه هایش ارسال رها کنی باشد استاد گپ در سر همین که در این روندی سر دادن سنگ از آغاز حرکت از نقطه اول است خانم سردهی تمام ما همین سردهی رو خیلی سردهی را با معنای رها دادن گفتیم رها نه فقط سردهی میدونید در شما خوب نماینده این کمیته زبان و اصلاحات است از اینجا سردهی مثلا ما گناههای دیگر میدونید مرادفهای دیگر داریم حتی این حادثه های صوتی است که سر دادن با معنای آخه اینجا قربانی کردن میشه. سرگیری نیست البته اینجا بازی به همین سنگ سر میتی تمام همیشه خیر رها کردن که خوب یا که او به سر میتی و او به سر دادن مثلا معنی و نداره درست است این استاد سرگیری. درست است پس اگر مثلا سر دادن باشد چگونه که بچه ها در اینجا گفتن البته منطق مضمون های باز در لهجه ها مثلا یک گپ 360 معنا بله دارد و اما اگر چرا مثلا گپ سری سر دادن باشد رها کردن چی آخه گندگی رها دارد؟ تو سر دادن سال و اون سر دادن رها دادن است استاد نه فکر میکنم سر دادن خیلی علاقه ما معلوم تر لیکن رها کردن این معنی پیش است اما آزاد کردن هم میفهمم همون سنگ رو از دستش نه، آزاد باید- میکند به فکرم ولی رهاش باید میکنند از آخه. زندان نبود که ما وی رها کنیم و ما سر میتیم سر دادن دیگه معنا داره سر بیا دادن نباشد نزدیک. این خیلی نزدیک کردیم خیلی نزدیک کردیم به هر سر صورت دادن نزدیک است سر دادن و رها رها. کردن به هر صورت بدون این گونه نمیشود بگذار یک گونه دیگر هم باشد که مثلا باز توانیم که مثلا چه چیزی گونه داشته باشیم اقلا در شرحش مثلا میتوانم که شرحی هم بگویم پس پرتافتن من همین پرتافت سنگ دلیوری گفتیم یعنی پرتافت فکر میکنم که کم شوره ها استفاده بردن و استادان وقتی دلیل آوردن که آنقدر درست نیست نظر کلا به باید پرتو خط زنه. حواله خوب است اینجا من پرتافتن کاملا ننوشتم اینجا سر دادن است ارسال و سر رها دادن کردن رها کردن رها کردن سر دادن حواله کردن والله بله اینم سر پسند دادن حواله کردن رها کردن کردن حواله پنگو رو حواله داد رها کردن خب باز چی گفتیم حواله حواله گفتیم ها بله حواله خوب من اخیراً بعد یک بحث طولانی رسیدیم سر اون که پرتافت را سر دادن رها کردن یا حواله بگوییم
خب اکنون یک کلمه دیگر داریم، کلمه سویتس. یک عجایب عمل است در کیورلینگ که با من در نوار خواهش میکنم شما تماشا کنید. با اصطلاح منم جاروب یا شاتکه های مخصوصی هستند که پیشا پیش سنگ حرکت آن را تازه میکنند، رخت حرکت آن را تازه میکنند. خب همایون شاه چی گفتند؟ شبکه های اجتماعی و ذهنی صنعی در اطراف این کلمه که اصطلاح آمده است، استاد سعدی معدی پیشنهاد کرده است که جاروب زنی خیلی زیباست، اما پاکونی باز هم زیباتر. ولی هر لحظه باید سنگ لغزانی را گفت تا در ذهن مردم این بازی نو تا ابد شیند. اکبرجان بلبلов پیشنهاد کرده است که جاروب زدن یا اینکه پاک کردن و گرم کردن روی یخ برای نظارت حرکت سنگ. عبدالرحمن سعیدов جاروب کشی پیشنهاد کرده است. کمالالدین نظرов پاکونی، فاروق میرزایف سویش دادن. جمالالدین حامیدов گرم کنی، شیرزاد کریمov پیشنهاد کرده است که سرعت دهی. ذهنی سونی هم پیشنهادهای خود را کرده است. در کیورلینگ سویپینگ به معنای جاروب زدنی روی یخ که پیش سنگ را دارد همون میباشد. بازیگران با شاتکه که همون اسباب مخصوصی که جاروب زدن می شود یخ را میشویند تا سویش کم شود و سنگ تیزتر و راستتر حرکت کند. این عمل به اداره کردن سرعت و سمت سنگ تاثیر مستقیم میرساند. اگر درست اجرا شود میتواند نتیجه پرتافت را بهتر کند. خلاصه جاروب کشی یعنی که جاروب زدن. اگر اجازه باشد من یک خواهش دیگر داشتم. مرحمت. خوب میشد که همون اسباب یعنی که اسبابی که توزیع میکنن به اصطلاح شاتکه همون هم ترجمه کرده شود. بسیار گپی خوب، بسیار پیشنهادی خوب. شرطی تا جای مشکل. خوش. خود سویتس این سویش یخ میگن. سویتس سویش یخ. باز آنها واژه سویپینگ هم گذاشتن که خود سویپینگ این انا همون روبوچینی که میگن و اکثر استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی مخصوصا به فکر من همون ترجمه تحت لفظی یعنی تکیه به همین معنای آن کردن. یعنی میان این دو اصطلاح به فکرم همون میدانی کاری ما میشود در این فصل بهار. روبوچین یا پاک کردن یخ نه، سویش کردن یخ. با همون به اصطلاح روسی وقتی که ما ترینی میگیم این همون سویش یخ است یا گرم کنی سویش. اینجا اکنون کاری استاد زلفانیان هم زیادتر میکنیم در همین کاری استاد زلفانیان زیادتر بسیار خوب بوده در همین میدان. استاد چی گفتن ممکن؟ شما فکرتون گفته؟ حالا من نگفتم چون که اکثری وقت فکرهای ما مختلفی هم دیگر میشه استاد. باشد این میدان برای همون میدان بحث است که ما یک چیزی بیابیم. بلکه این کورا ما باید که همین خیلی مثلا همچون اصطلاح یخسایایی میتونیم گوییم، یعنی یخ رو سویش دادن. این بعد من همین شارح ما میتواند اون تلفظ کرده حیات میگیره. سویش دادن یخ میگفتم. سویش دادن سویش یخ دیگر دادن است. واژه عبارت در اون یک کلمه مفهوم یخسایایی. ایتالیایی گوییم. ایتالیایی. نه دو تا اوخی داره. یخسایایی. یخسایایی. استاد از شما خواهش میکنیم زبان کسی رو ما میشکنیم. همون مقصدی است استاد یعنی ساده ساختن زبان برای شورهان است. یعنی بله برای که خطر مشکلی شود. استاد سویایی یعنی سویدن. با همین وزن با همین گویم که در ردیف همین کلمه یگون چیز دیگه گوید. آخه در ردیف حالی گفتن یخ گویم اگر بفکرم نه مثلا یخروبی من حالا در ادامه همین چیز رو پیشنهاد کردم گفتم که اول فکر رو یخروبی چرا نه استاد؟ اینجا بسیار چیزا گفتم ممکن است. همون خودش همون جاروب کشی اصلا اینقدر نزدیک و نمیتید، لیکن ببینید یخسایایی برای که یخ رو سویش داده و دوم نمیشه از جاروب کشی دیده جاروب زنی بگویم اخلا. نه جاروب زنی هم نه یکمش که جاروب زدن است. ببینید استاد وقتی که معذرت میخوام وقتی که واژه سویت رو پیشنهاد کردن و در به فکرم در نماله‌ها نیز ما دیدیم و کلمه سویپینگ رو نیز قید کردن، یعنی جاروب زنی گفتن نادرست نیست. نه برای ما بله یک عمل در سویپینگ بله جاروب زنی هست این اصلا. برای اونا مفهوم میتیه جاروب زده ایستن، لیکن تصور کنید که همین جاروب نوع گفتگیاتون رو جاروب چی میفهمم مردم ما. بله یک همین اینجا میبینید عمل در بالای یخ اجرا میشود. همون پیشنهادی که یخروبی شد بسیار زیبا است. ما روبیدن داریم در
забони руфтан тоҷикӣ. дорем. як ҳам истилоҳи тоҷикӣ аст ки ҳар ду ҳам дар забони адабӣ шумилад. барфу ҳам мерубем, яъне инҷо яхрубиш ба фикрам хубтар аст, чунки агар аз ҷиҳати фаъолияташон бинем ҳамина масалан ки суръати санг зиёд мешавад ку баъди ҳамин кор ҳамина яъне роҳи шастафзоёнӣ шастафзоӣ як калима сайқала чӣ бигирем агар масалан ҳаминҷо онҳо як сайқал инҷо сайқал нест. бубинед амал медонед ҳадафи сайқал додан меро бисёр хуб аст, ҳадафаш дигартар аст, ҳадаф чунки дигар аст. барои ҷилои бисёр хубаш масалан сайқал медиҳанд ки мисол ҷило диҳад, фикри хуб аст, ба ҳар сурат мазмун дар ибора гуфтан мумкин аст дар давоми матн шарҳ додан, аммо вақти ҳангоми амал кард ман фикр мекунам ҳамун яхрубӣ чӣ гуфтед? ин ҳама хеле чиз гуфтаму гӯш накардам. Не, ман ҳамин охираш мо чизе яхсоёиро дар якумаш хошид яхсоёӣ Не, яхсоёӣ дуюмаша баъд боз чӣ гуфтед? дуюмаш шастафзоӣ шаст афзоӣ. шастафзоӣ шаст яъне Агар сурат афзоӣ бигӯем чӣ? шаст тоҷикӣ ман гап зидесам араб нестам ку ман сурат гум шаст ҳамун сурат аст шасти мошин шасти ҳаракат ба шаст омад мошин яъне ба агар сурат. ҳозир ҳаминҷо Не, агар шаст аслаша афзоӣ. бигирем на ҳамин калимаи арабии гуфтагии ману на калимаи тоҷикии гуфтагии шумо чандон қобили қабул нест. барои чӣ гап дар сари ҳаме ки амала ифода мекунад, балки амала ифода мекунад, аммо медонед ким чӣ хеле як шумо инҷа нигоҳ кунед Норавон аст. ман ина 100 бор дидам. шастафзоӣ яъне суръат афзоёнӣ ҳатто суръата тавассути ҷорубкашӣ меафзоянанд. пас яхрубӣ ҳам дар ин ҷо наздик аст. аку яхрубӣ не ҷорубкашӣ хубтар ба фикрамо ман гуфта истодам ки ҷорубкашӣ баъзе ҳолат калимаҳои мо гарчанде дар доираи забони адабӣ истифода мешаванд. устод ин ҳодисаро шумо хубтар медонед. баъзе ҳолат ҳамин тарзи талаффуз иҷроиши амал як нав гунаи мардумӣ ёки маҳаллӣ мегирад Бале, лаҳҷавӣ бале. мегирад Ин- яъне ҷорубкашӣ ҳолатҳо ҳастанд мо дар дорем масалан ҳаминҷоро як ҷоруб накашидӣ дар минтақаҳо дар лаҳҷаҳо истифода дар гӯишҳо истифода мебаранд аммо дар мо ҷоруб задан ё руфтан ҷорубкаш ҷорубкаш яъне ман фикр мекунам ки хонарӯбӣ яхрӯбӣ барфрӯбӣ як қолаби маъмулие ки қабул шуда аст бозам равон аст мо бозам бармегардем ба варзиши кёрлинг ки мо он қадар ҳам дар ин риштаи варзиш то ҷое камтар яъне истилоҳи худро дорем ва ҳамакнун месозем мо таърих сохта истодем 100% бешубҳа ва мо метавонем умуман аз калимаи ях даст кашем чун ҳамин бозӣ дар майдони ях сурат мегирад дар он ҷо баргузор мегардад ҳамон танҳо бо калимаи соиш маълум аст дар куҷоаст калимаи соишро гузорем он дар шакли феъл мешавад дар шакли исм мешавад инҷо мутахассисон устодон ҳастанд ки беҳтару хубтар ҷобаҷо карда метавонем яъне мо ҳамон дандонҳои меҳроби исроилиёнро суғурта карда яхсоёӣ нагӯем мо ҳамон соишро гузорем соидан мутахассисон беҳтар мефаҳманд инҷо бешарҳ бошад бисёр шарҳи хуб дод ман инҷо чӣ нависам соиш ин ҳамин соёиш аст соиш аст қайс намешавад ҳамин соиш бошад соидани дуруст ман соидан аст масалан ана ҳамин озод малеҳ хушрӯ рӯшан соидан аст соёӣ чаро бошад устод варианти бад нест устод сояндагӣ сояндагӣ соидан масалан соишгарӣ Худатон гуфтед. соёӣ мешавад соёӣ фаҳмиде мисол агар пешниҳоди худи барои шумо мисол буд. дия гӯш кунед барои мисол антифриз ба тоҷикӣ ислоҳ месозем ях зудидан не ях зудо ёки яхзудоӣ яхзудоиро талаффуз кардан мумкин аст охе вай окати ин окати ҳама хай гуноҳ дорад не гап дар сари гуноҳу бегуноҳиш намеравад ба вариантҳои дигар хуб мисол не ба ҳар сурат устод ман бигзор бачаҳо агар розӣ бошанд ман ба ин нависед соёиш чандон розӣ нестам ба ростӣ ба ҳар сурат бигзор мардум қабул кунад соишгарӣ ё соёӣ аммо решаи соиш гап бошад дар сари меравад ки ман боз мегӯям ки ҳама донишманд ҳама олим ё ҳама мутахассис ё ки фарз кардем шорӣ нестанд ки дар як муддат инро аз худ кунанд барои дар миёни мардум ҳазм шудан душвор аст душвор аст манам гуфтам кори мардумро мо бояд сабук кунем сода кунем решаи соиш дошта бошад инҷа ҳад як чиз якал аст ки ҳамин бачаи худ муродифоша истифода мебарад якум дуюм ки имрӯз барномае ки мардум шунид пага телефон мекунад ба сурубшӯ мегӯяд ки ман мана ина пешниҳод мекунам ин як Мекунам, дуюмаш бале, ки зиёд занг мезанам. якум дуюмаш ки истилоҳ 5 сол қоида дорад миёни мардум ҳазм мешавад
اینش نشد من اینش نشد اینا حاضر ما در راه میگم که در سری پول داره راننده نمیدونه پول گفته و پول میچندگیش میفهمه حالا که من مستو انمو کوپری که اولی بیاد روندی از خودکنی بینندگان رو اصول اول تاکسیچی همیشه درباره پول فکر میکنه چی باید جاروب کشی یخروبی باشد سویایی یخ سویایی استاد اگر فراموش کرده باشد سویندگی پیشنهاد خود شما بود و با من پسند آمد و قبول کردم میدید و تلفظش هم بد نیست نه میرم من فکر میکنم قبول است اونجا ما پیش از سویندگی کلمه سویشگری گرفتیم سویشگری درست یعنی سویشگر و سویشگری بله یعنی سویشگر اجرا کننده و عمل من هم ریشه سویش باشد همون از خود کنی اون هم سبک می شود هم فهم و توجه ما چند گونه رو نوشتیم و فکر میکنم که در اینجا البته وقتی که تلفظ شدن میگیرد بعد اونگاه وای می شود خب دوستان عزیز جارب کشی یخروبی یخ سویایی سویندگی و سویشگری در اینجا همچون ترجمه و تفسیری کلمه سویتس و دوستان عزیز یک چیز هم در اینجا اشاره میکنم که سویپینگ هم در اینجا چگونه که فردوس هم گفتن در اینجا اضافه شده چون که سویتس البته اندک عمل دیگر است و سویپینگ اندک عمل دیگر است. خب دوستان عزیز با ترجمه و تفسیری دو واژه رسیدیم به فرجام برنامه واژه‌ورز از مهمانان عزیز ارجمند برای صحبتشون اظهار سپاس در همینجا برنامه واژه‌ورز به انجام میرسد خیر